مخلص اوریبادی، روز خوبیه. جون میده که با حمله کتاب روح تسخیرناپذیر رو بخونیم. رسیدیم به این قسمت بخش سوم از فصل 4، یعنی خود روشن. حالا درسته این فصل هنوز تمام نشده، ولی خب بخوام یه خلاصه همچین سرپایی بگم از این فصل، این بود که داره میگه آره آقا، تو موقعی که توی یه سالن سینما نشسته باشی انقدر شاید غرق فیلم میشی که دیگه اصلا به این فکر نمی‌کنی که مثلا بغل دستی مرد یا زنه، چه میدونم خوشت میاد ازش و خوشت نمیاد، چون دیگه غرق در اون فیلم شدی. ولی مثلا موقعی که فیلم جذاب نباشه تو خیلی آگاهی به فضای سینما. این که الان مثلا من سینما بغلیم نوش پسر فلان سایز پاش انقدر، کلی جزئیات ازش میدونیم. و مفهوم حرفش این بود که خیلی وقتا گم شدیم توی شکل، انقدر توجهمون رفته مثلا به ماشین و خونه بود، چه میدونم چیزای دیگه مادیات، که اصلا انگار یادمون رفته که بابا این شکله، این اصلا یه سالن سینماه و ما اون هوشیاری هستیم که به این چیزا آگاهیم، فقط یعنی یه چیز خیلی فراتریم. خلاصه این بخش این بود. حالا باز اگه من جایی و کم و زیاد میگم، شما اول این که بزرگی خودتون ببخشید، دوم این که بیایید منو اصلاح کنید، چون واقعا به اصلاح کردن شما محتاجم. بریم سراغ متن اصلی کتاب روح تسخیرناپذیر، کتاب جذاب روح تسخیرناپذیر، نوشته آقای مایکل سینگر. تو ادامه ببینمت. زمانی که آگاهی به درون بلعیده شد، دیگر خود را به عنوان خود نمیشناسد. خود را به عنوان موضوعی میشناسد که در حال تجربه کردن آنهاست. به بیان دیگر، تو خود را به عنوان این موضوع ادراک میکنی. فکر میکنی که تو مجموعی از تجربی‌های آموخته شده هستی. دقیقا میگم دیگه، گم شدگی توی شکل. انگار ما فکر میکنیم که اصلا این بدنیم، چرا؟ چون مثلا حالا باشگاه رفتیم، زحمت کشیدیم و حالا چیزای دیگه. این همان فکری است که در سینمای مدرن و پیشرفته گرفتار آن میشوی. در چنین سینمایی اول باید انتخاب کنی میخوای کدام شخصیت داستان باشی. مثلا فرض کن میگویی میخوام جیمز باند باشم. بسیار خوب، ولی وقتی دکمه ای را فشار دادی کار تمام است. بهتر از زمانسنجی برای دکمه کار گذاشته باشی. تو به عنوان همان تویی که میشناسی دیگر در آنجا وجود نخواهد داشت. از آنجایی که تمام فکرهای تو فکرهای جیمز باند هستند. کل تعریفایی که از خود قبلا داشتی از بین رفته است. به خاطر داشته باش، تعریف و مفهوم خود تنها مجموعی است از فکرایی که درباره خودت داری. به شیوهی مشابه هیجانات تو به باند تعلق دارد و تو فیلم را دریچه ادراک شنیداری و دیداری او تماشا می‌کنی. تنها جنبه‌ای از وجود تو که دست نخورده باقی میماند آگاهی است که از این موضوع با خبر است. همان مرکز هوشیاری که از فکرها، هیجانات و درون داده‌های حسی قبلی تو آگاه بود. حال کسی فیلم را خاموش می‌کند. بلافاصله فکرها و هیجانات باند جای خود را به افکار و هیجانات قبلی تو می‌دهد. دوباره برمیگردی به این فکر که خانم 40 ساله‌ای هستی. تمام فکرها با هم می‌خوانند. تمام هیجانات به هم جور در می‌آیند. همه چیز همان شکل، همان بو، همان طعم، همان احساس قبلی را دارد. ولی این حقیقت به هر حال تغییر نمی‌کند که اینها همگی تجربه‌های آگاهی هستند. تمام اینها موضوعهای آگاهی هستند و تو همان آگاهی هستی. به نظرم معنی این پاراگراف هم این بود که میگه آره آقا، تو اگه مثلا حالا شاید مثلا بخواد بعدش این زندگی رو تشبیه بکنه به سالن سینما، که اگه این زندگی رو تموم بشه تو یهو میبینی که آره مثلا من یه چیز دیگه ای بودم، مثلا حالا جیمز باند نبودم، یه خانم 40 ساله بودم.
وجه تمایز بین یک فرد آگاه و متمرکز با فردی که چندان آگاه نیست تنها همان نقطه تمرکز و هوشیاری آنهاست. تفاوتی در خود موجودیت آگاهی وجود ندارد. تمام آگاهی یکسان است، درست به همان گونه که تمام نورهای خورشید مشابه هستند. هوشیاری نیز یکسان است. آگاهی نه خالص است نه ناخالص. اصلا هیچ کیفیتی ندارد. تنها در آنجا حضور دارد و هوشیار از هوشیار بودن است. وقتی فردی متمرکز باشی در آن صورت همواره آگاهی تو از آگاه بودن با خبر است. یعنی مثلا انگار ببین میگه بیداری یعنی زندگی آگاهانه. یعنی مثلا من الان این خودکارو ور میدارم هوشیار باشم بهش، این مدادو ور میدارم، این اتودو ور میدارم، مثلا حواسم بهش باشه، اینطوره انگار ناخودآگاه دیگه این کارو نکنم. زندگی آگاهانه رو میگم بیداری. فکر کنم اینم منظورش همین باشه. هوشیاری تو از بودن ربطی به موضوع درونی و بیرونی که از آن با خبر هستی ندارد. هوشیاری تو از بودن. مثلا بعضی هستن میگن من میخوام برم مثلا فلانجا بشینم فقط نفس بکشم. مثلا اینو به خیلی هم میگی میخندم بهت، ولی انگار فقط آگاهی به دم و بازدمت، نفسی که داره تو رو میکشه و شاید زیاد حواسمون بهش نباشه. اگر واقعا میخوای این تفاوت رو درک کنی، ابتدا باید توجه کنی که آگاهی میتواند بر هر چیزی تمرکز کند. در این صورت اگر آگاهی بر خود متمرکز شود چه؟ وقتی این اتفاق رخ دهد، به جای هوشیار بودن از فکرها، تو به هوشیاری خود از این هوشیاری واقفی. تو نور آگاهی را بر روی خودش بازتابانده‌ای. تو همیشه در حال تأمل بر چیزی هستی، ولی این بار بر منبع آگاهی تأمل کرده‌ای. این مدیتیشن واقعی است. مدیتیشن واقعی ورای عمل ساده تمرکز یک نقطه است. برای عمیق‌ترین مدیتیشن نه تنها باید این توان را داشته باشی که آگاهی خود را به طور کامل بر یک موضوع متمرکز کنی، بلکه باید قادر باشی خود هوشیاری را به عنوان همان موضوع انتخاب کنی. در بالاترین حالت آن تمرکز آگاهی به خود باز می‌گردد. یه موضوعی که الان یادم افتاده دوست دارم که با شما هم درمیونش بذارم، این همین مدیتیشن کردنه. به این مدیتیشن کردن و سما اینطوری چشتو ببندی بری عمیق شی فلان، خب اونم یه بخششه، اونم یه طوریشه، ولی مدیتیشن با چشمای بازم خیلی باحاله. اینکه شما همین چیزی که داره میگه دیگه، این آگاهی، هوشیاری، این یعنی خودش مدیتیشن. چشمات بازه، پات رو زمینه، چه میدونم داری یه کاری انجام میدی، ولی هوشیاری، انگار به قول آقای مومنی رفتی تو خالیای درونت. اینم میشه مدیتیشن. هنگامی که بر طبیعت خود تأمل کنی در حال مراقبه هستی. بدین علت است که مراقبه بالاترین حالت است. بازگشتی است به ریشه بودن تو. هوشیاری ساده نسبت به هوشیار بودن. همین دیگه ما مراقبه میکنیم، مدیتیشن میکنیم که این اتفاق بیفته دیگه. خب شما چشات بازه و هوشیاری به هوشیار بودن. هوشیاری ساده نسبت به هوشیار بودن. هرگاه از آگاهی خود آگاهی یافتی، به حالت متفاوتی دست خواهی یافت. حال تو خواهی دانست که هستی، تبدیل به موجودی بیدار شده ای. در واقع این طبیعی ترین چیز در جهان است. من اینجا هستم، همیشه در اینجا بودم. مثل این است که بر روی کاناپه‌ای در حال تماشای تلویزیون بوده ای، ولی به طور کامل غرق در نمایش بوده و فراموش کردی کجا هستی. کسی تو را تکان داده و حال هوشیار شده ای که بر روی کاناپه هستی و در حال تماشای تلویزیون. هیچ چیز دیگر تغییر نکرده. تو تنها فرافکنی حس خود را بر آن موضوع خاص آگاهی متوقف کرده ای. بیدار شده ای. این معنویت است. این طبیعت خود است. این تو هستی. دقیقا همون چیزی که پاراگراف قبلی گفتیم دیگه. بیداری یعنی
زندگی آگاهانه، یعنی همون هوشیاری که تو این کتاب داره میگه. نسبت به هر چیزی هوشیار باشیم و مهمترین چیز اینه که زیاد گم نشیم توی شکل. ببین درسته ما پاهامون رو زمینه، آره آقا دیگه هر جا پول باشه صحبت، و خیلی از جا پول صحبت میکنه، اصلا این حرفی توش نیست. ولی دیگه این که دیگه بخوای یه خونه رو بکنی، 2 تا خونه، 3 تا رو بکنی، 4 تا فلان حرف بیای بیشتر یه ذره جای فکر کردن داره. این یه جای کار داره میلنگه. باز میگم اون پیشرفته، ولی این که دیگه خواب شب تو بزنی، چه میدونم دل خیلی ها رو بشکنی که مثلا یه خونه به خونه اضافه بشه، یه ماشین به ماشین اضافه بشه، این دیگه نیستش. و حالا اینو دارم خیلی اشل بزرگترش میگم، شاید تو اشل پایینتر هم همچین اتفاق بیفته. خدا رو شکر میدید بعضی موقع هم فکر میکنم میگم که آره آقا از گرسنگی که فعلا نمردم که خیلی خودمو درگیر مادیات میکنم، درگیر مادیات هستم ولی دیگه خیلی دیگه میشم میگم آره آقا دیگه هنوز فعلا غذای خوراک گرم دارم بخورم، خدا رو شکر. انگار میاد به اون میگه که آره آقا تو در حال تماشای تلویزیون هستی یا حواست باشه. همانطور که با آگاهی باز میگردی این دنیا دیگر معضل مشکلی نخواهد بود، بلکه تنها به عنوان چیزی است که بدان مینگری. این چیز همینطور به تغییر کردن ادامه میدهد، ولی هیچ چیز به معنای مشکل نیست. هرچه بیشتر اشتیاق داشته باشی و بپذیری جهان همان موضوعی است که با آن هوشیاری، به همان اندازه نیز جهان به تو اجازه میدهد خودت باشی. هوشیاری، خویشتن، آتمن، روح. حالا توی میگم فروهر توی دین باستان ایران میگن فروهر. بدین ترتیب متوجه خواهی شد که تو کسی نیستی که فکر میکردی. تو حتی یک موجود انسان نیستی، فقط در حال تماشای یکی از این اتفاقات هستی. آنجا محل آغاز تجربه‌های عمیق در مرکز آگاهی توست. اینجا تجربه‌های عمیق و شهودی از طبیعت واقعی خود هستند. در میابی که به طرز خارق‌العاده‌ای گسترده و فراگیر شدی. وحدت رو حس می‌کنی که بابا آره بابا فلانی که داره خودشو دخل خودشو میاره اونم منم. توی فیلم که راجع به مولانا ساخته بود مست عشق یه تیکش هستش که مثلا طرف داره میزنه، مغولا حمله کردن، این میره با مغول میجنگه فلان، نقاب مغوله رو در میاره، یا مثلا میبینه که آره آقا چهره مغوله چهره خودشه. این به نظر من آلیزوان رو نشون میداد، همه یکی هستیم، اون وحدت رو نشون میداد. آنجا محل تجربه‌های عمیق در مرکز آگاهی توست. اینها تجربه‌های عمیق و شهودی از طبیعت واقعی خود هستند. در میابی که به طرز خارق‌العاده‌ای گسترده و فراگیر شدی. زمانی که به جای شکل و موضوع شروع به کشف آگاهی کنی، متوجه خواهی شد که آگاهی تو تنها بدین علت کوچک و محدود ظاهر می‌شد که تو بر موضوعات کوچک و محدود متمرکز بودی. این درست همان حالتی است که صرفاً بر تلویزیون تمرکز داری. هیچ چیز دیگری در دنیا وجود ندارد. اگر خود را عقب بکشی، در آن صورت تمام اتاق را خواهی دید که تلویزیون نیز بخشی از آن است. به همین ترتیب می‌توانی به جای تمرکز شدید تنها بر فکر را، هیجانات و دنیای حسی این موجود انسانی خود را عقب کشیده و همه چیز را ببینی. می‌توانی از جزء به کل جابجا شوی. وحدت رو حس کنی. حس کنیم که واقعا آلیزوان. یکی از قدیسین بزرگ رامانا مهارشی همواره این سوال رو میپرسد: من کیستم؟ حالا میبینیم که این سوال است بسیار عمیق. بدون توقف و مدام آن را بپرسید و متوجه خواهی شد که خود شما جواب سوال هستید. هیچ پاسخ روشنفکرانه‌ای وجود ندارد. تو خود پاسخی. تبدیل به پاسخ شو و همه چیز دگرگون خواهد شد. داره جالب میشه. حالا الان رسیدیم به بخش دوم
یعنی رسیدیم به فصل 5، تجربه انرژی. باحال شد. یه ذره حرفای بخوام راجع به این فصل بگم، ببین خب ما میدونستیم که ما خیلی چیز فراتریم، یه موجود خیلی فراتریم و این فقط شکل و به قول معروف ما این بدن نیستیم و چه میدونم ما صورت نیستیم، صورت داریم و این حرفا. یکی از اساتید آقای مومنی میگفت انسان هوشیاری است که بی‌واسطه بودن را ادراک میکند. دقیقاً حرفی که آقای مایکل سینگر زد. حالا بریم در ادامه ببینیم چی میگه. ولی الان چیزی که مهمترین مسئله‌ای که بهمون گفت این بود که از هوشیار بودنم به هوشیار بودنم هوشیار شو و اینو بدون که فقط داری تلویزیون رو تماشا میکنی و مشاهدهش کن. زیاد غرق توی شکل نشیم. خیلی مخلصم. ویدیو بعدی میبینمت.